من حدیثم. به اولین ویدیوی چنل یوتیوب من خوش اومدین. قراره که اینجا اطلاعات کامل در مورد پوست، انواع پوست، مشکلات پوستی و درمانهاش با هم صحبت کنیم. و من تصمیم گرفتم که توی ویدیوی اول جدا از اینکه خودم رو معرفی میکنم، بیام انواع پوست رو هم بگم. من 15 ساله که توی لاین محصولات تخصصی مو و پوست کار کردم. اسکین تراپیستم و در واقع اکتیو ها رو به خوبی میشناسم. اما موضوعی که امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم و قراره که اولین ویدیو باش استارت بخوره، به نظر من شناخت کافی از پوسته. شناخت کافی از پوست یعنی چی؟ یعنی که ما بدونیم چند تا تیپ پوستی داریم و هر تیپ پوستی چه مشکلاتی دارن، چه درمانهایی دارن، چه راه حلایی دارن و قراره که چه محصولی رو استفاده کنن که نتیجه بگیرن. خیلی از شماهایی که دارین الان این ویدیو رو میبینید محصولاتی استفاده کردید، شاید حتی محصولات رو با برندهای متفاوت استفاده کردین ولی اون نتیجه دلخواهی که میخواستین رو نگرفتین. یکی از دلایلش میتونه این باشه که شما پوستتون رو به اندازه کافی نمیشناسین و دلیل دومش این که اکتیو ها رو نمیشناسین، یعنی نمیدونید یک محصول با چه محصول دیگه با هم ترکیب بشه یا همزمان استفاده بشه. یک جواب خیلی راحت تر و سریع تر میگیره. موضوع اولی که میخوایم در موردش صحبت کنیم شناخت پوسته. اکثر بیوتی تراپیستا، اکثر پزشکا پوست رو به 3 دسته تقسیم میکنن: پوست های نرمال، پوست های خشک، پوست های چرب. ولی از نظر من زمانی که شما میایم پوست رو آنالیز میکنیم ما در واقع 5 نوع پوست داریم. یعنی در کنار اون 3 نوع پوست اصلی که داریم ما یه پوست حساس و یه پوست مختلط داریم که هر دوتاشون آسیب پذیرن. لایه‌های سطحی پوستشون آسیب دیدن، حالا چه در اثر استفاده از محصولات یا در واقع استفاده از روتین های اشتباه، لایه بردارهای اشتباه و حتی نشناختن پوست. پوستای نرمال که ما بهشون میگیم ژن برتر، پوستایی که خب هیچ مشکلی ندارن، سد دفاعی پوست سالمه اما مراقبت نیاز دارن، چون روند پیری پوست توی همه تیپ‌های پوستی به خاطر بالا رفتن سن وجود داره. پوستی که ما الان به شدت میتونم بگم که اکثر کلاینت هایی که حالا در واقع به ما مراجعه میکنن ما باهاشون درگیریم پوستای چرب و مختلطن. پوستای خشک به خاطر مناطق آب و هوایی برای خانم های آقایون برای سن 40 سال به بالا، مخصوصا خانم هایی که یائسه دارن میشن، پوست های به شدت خشکی دارن. خشکی روی سطحی پوست دیده میشه، حالا یا به صورت پوست ریزی یا به صورت سوزش های گزگزی یا به صورت خارش و یه زمختی روی سطح پوست وجود داره. جوش نمیزنه، پوست به ندرت کدر میشه و در واقع پوست خشک بزرگترین علائمش پیری زودرس پوسته، به خاطر اینکه دائم اون حالت کیسانی توی پوست داره اتفاق میفته. پوستی که خب همه درگیرشن، مخصوصا نوجوان‌ها، کسایی که حالا تو مناطقی زندگی میکنن که رطوبت هوا بالاست، در واقع هوا شرجی‌تره، ما این مشکل پوست چرب رو همه جا داریم. علائم پوست چرب برعکس علائم پوست خشک به وضوح دیده میشه روی سطح پوست. کسایی که پوست پرتقالی دارن، انواع و اقسام جوش ها رو روی سطح پوستشون میبینیم، منافذ باز رو میبینیم، لک هایی که پراکندن روی پوست میبینیم، براقیت پوست رو همیشه میبینیم. یعنی همه شما یکی رو که میبینید پوست چرب، پوست براقی داره. یکی از بزرگترین ویژگی های پوست چرب در کنار تمام مشکلاتی که داره، پوست های چرب کلا دیرتر پیر میشن. یعنی همیشه پوست چرب درگیر درمان جوش و جای جوش و لک و منافذ باز، اما در لاین پیری پوست های چرب به شدت حتی تو سنین بالا هم چروک و خطوط عمیقی ندارن. این سه تا نوع پوست اصلی هستن که خب همه میشناسن. اما ما 2 تا پوست داریم که پوست حساس و پوست مختلط. پوست مختلط که خب روش هست اختلال روی سطح پوست وجود داره، یعنی یه قسمت هایی از صورت امکان داره که چرب باشه، که حالا به صورت تی یا به صورت وی، یه قسمت هایی از صورت امکان کشیدگی وجود داره، یه قسمت هایی از صورت نسبت به بقیه کل صورت کدرتره، یعنی پوست های مختلط پوست یک دستی ندارن، همیشه یه کدری و یه خستگی روی پوست هست. پوست هایی که خیلی مختلطن، خیلی دهیدراتن، خیلی بی‌آبن، اون خستگی بعد از حموم روی پوست بیشتر دیده میشه. یعنی طرف از حموم میاد بیرون احساس میکنه پوستش به جای اینکه سرحال بشه خسته شده، کدر شده، جون نداره. پوست های مختلط آسیب دیدن، یعنی اون پوست یا نرمال یا چربه یا خشکه، در اثر استفاده اشتباه روتین ها، در اثر شستشوی بیش از اندازه، در اثر لایه بردارهای فیزیکی و شیمیایی که داره استفاده میکنه، عدم استفاده از ضد آفتاب باعث شده که این پوست از حالت اصلی خودش خارج بشه
و به یک پوست مختلط یا در واقع همون دهیدراته تبدیل بشه. اما پوست پنجم، یعنی تیپ پوستی پنجم، پوستای حساسن. پوستای حساس میتونه یک فرد، یک شخص خودش یک پوستی رو برسونه به درجه‌ای که پوست حساس میشه. لایه بردارهای قوی استفاده میکنه، نمیدونه که نباید اگر لایه بردار استفاده میکنه، اگر ضد آفتاب نزنه، لایه بردار همچنان داره لایه برداری میکنه و پوست امکان داره بسوزه و جای سوختگی حالت لکشه. روی قسمت‌های گونه به شدت پوستای حساس، نازکی پوست رو ما میبینیم همیشه در برابر گرما و سرما سوزش و التهاب دارن. هر محصولی که استفاده میکنه، حتی سبکترین محصول ها رو هم که استفاده میکنه، پوست واکنش نشون میده. چرا؟ چون سد دفاعی پوست آسیب دیده و آسیبی که روی سد دفاعی پوست وجود داره اجازه نمیده که پوست خودش رو ترمیم بکنه و پوست‌های حساس نیاز به مراقبت‌های بیشتری دارن. اول اینکه شما باید واقعا بدونین پوستتون تیپ اصلیش چیه و اگر قرار درمانی رو شروع کنید یا اگر قرار روتینی رو استارت بزنید یا اگر قرار فشیالی روی سطح پوستتون انجام بشه، باید با توجه به مقاومت سطح دفاعی پوستتون باشه. مقاومت سطح دفاعی یعنی چی؟ یعنی اینکه شما بدونید اگر من الان یه فیس واش یا یه شوینده صورت مثلا حاوی سالیسیلیک اسید باشه استفاده بکنم، آیا برای پوست من مناسبه یا مناسب نیست. به خاطر همین ما اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم داریم اصلاح روتین انجام میدیم. یعنی چی؟ یعنی شما اگر 1000 تا محصول هم تو خونه دارید یا اگر 1000 نوع تا الان درمان رو انجام دادین ولی نتیجه نگرفتین، باید بیاین ببینین آیا محصولاتی که دارین استفاده میکنین توی اون ترکیبات محصولی تداخل وجود داره یا نداره. شما توی هر تیپ پوستی که باشین یک سری از محصولات با همدیگه تداخل پوستی دارن و این باعث میشه که نتیجه برعکس روی سطح پوست نشون بدم. پس بخوام جمع‌بندی بکنم این که ما 5 تا تیپ پوستی داشتیم: پوستای نرمال، پوستای خشک، چرب، مختلط، حساس. علائماشون اومدیم گفتیم پوست نرمال خب هیچ علائمی نداره، علائم خاصی نداره اما نیاز به مراقبت داره. پوست چرب بیشترین علامت ها رو داره به خاطر اینکه جای جوش، منافذ باز، براقیت، خستگی، کدری پوست رو ما داریم. توی پوستای خشک ما زمختی، خارش و قرمزی هایی که موضعی اتفاق میفته در اثر خاروندن اینا. پوست دهیدراته که اصلا کلا پوست یه جورایی انگار خسته است، اسمش از بی آب، تشنه است، کدره. یه قسمت‌های از صورتش جوش میزنه، یه قسمت‌های از صورتش کشیدگی داره، یه قسمت‌های از صورتش لک‌های پراکنده داره، منافذ داره، یه قسمت‌های از صورتش کاملا سالم و بدون هیچ مشکلیه. و پوست آخری که حالا تیپ پوستی آخری هم که بهتون در موردش توضیح دادم پوست حساس بود که پوستای حساس و پوستای دهیدراته باید بیشترین مراقبت رو از سطح پوستشون داشته باشن، چون هر چقدر سطح دفاعی پوست بیشتر آسیب ببینه، عوارض، پیری زودرس، خطوط دور چشم، خطوط‌های عمیق پنجه کلاغی بیشتر میشه و در واقع سن پوستی میره بالاتر. مسئله‌ای که وجود داره اینه که آیا سن پوستی با سن شناسنامه‌ای یکیه؟ باید بهتون بگم اصلا اینجوری نیست، چون شما در اثر مراقبت هایی که انجام میدین امکان داره 50 سالتون باشه ولی سن پوستی 30 ساله رو داشته باشین و امکان داره 25 سالتون باشه اما سن پوستی شما 35 سالش باشه. چرا؟ چون مراقبت اتفاق نیفتاده. برای همین روتینی که شما دارین استفاده میکنین به شدت مهمه و قراره اینجا در مورد محصولات، ترکیبات، تداخل ها با هم دیگه صحبت کنیم که برین توی روتینتون رو نگاه کنید ببینید آیا تا الان داشتین درست استفاده میکردین یا غلط. مرسی که این ویدیو رو تا آخر دیدین. خوشحال میشم که این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و سابسکرایب کنید. اولین ویدیوی من بود و توقع ندارم خیلی خوب شده باشه ولی باید از یه جایی استارت میخواد.